تاریخ شفاهی افغانستان با پروفسور میر محمد امین فرهنگ. با استفاده از دانش و تجربیات جناب استاد دکتر سید میر محمد امین فرهنگ ضبط فقط برای برژنف برای رکی فرصت میکنه که دیگر حضور حفیظ الله امین در رأس دولت. هموطن گرامی، دیوید پخموال تشکر از ابراز نظر منصفانه و محققانه شما. داستان کرونولوژیک مختصر این واقعات بین 11 تا و 16 دسامبر است که در ارگ و در کابل. پروفسور فرهنگ با اندوخته‌های علمی و تجارب گرانبها تاریخ ما را صادقانه بازگو می‌کند. نام خدا. تاریخ علم سرنوشت انسان است. ملت‌هایی که راه ترقی را پیموده اند و برای اجتماع خیش رفاه و آسایش و به وجود آورده اند، آنان از تاریخ خود خوب استفاده نمودند و پند گرفتند. ما در همین راستا کوشش میکنیم و امروز 11مین قسمت برنامه تاریخ شفاهی افغانستان را با استفاده از دانش و تجربیات جناب استاد دکتر سید میر محمد امین فرهنگ ضبط میکنیم. استاد بزرگوار، عرض سلام دارم خدمت شما. به نام خدا. من هم سلام و احترامات خود را به شما و هموطنان گرامی تسلیم میکنیم. استاد یک چند تا نظر آمده. یک نظرش یک سوال است از ما پرسان کرده. اجازه است من امور بخوانم و بعد جواب بتم؟ خواهش میکنم، بفرمایید. یک نظر کسی به نام دیوید پخموال، اگر من نامشان اشتباه تلفظ کردم عذر میخواهیم، با الفبای لاتین نوشته است. دیوید پخموال نوشته کرده در این که خلقه ها و پرچمی ها خیلی وحشی بودند، شک نیست، ولی شایعات مثل تجاوز به زنان در مقابل دید شوهرانشان را نتوانستم توثیق کنم. من هم هزاره هستم. تحقیقات من راه به جای نبرد و نتوانستم فردی یا قریه‌ای را پیدا کنم که این اتفاق در آن افتاده باشد. حد حرمت مثل فحاشی، حرفهای رکیک ناموسی صورت گرفته بود، ولی تجاوز به ناموس آن هم به آن شکل برایم موثق نشد. جناب نوید لطفاً مستندات خود را بگویید تا بر معلومات افزوده شود. ناگفته نماند که مسئله تجاوز به ناموس جدای از جرم یک مسئله عاطفی است که نفرت هر انسانی را نسبت به متهم و یا متهمان برمی‌انگیزد و این موضوع در جوامع سنتی مثل افغانستان تأثیر بزرگ دارد. بدین جهت از این موضوع گاهی برای برانگیختن نفرت در طرف مخالف مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد. در مورد مجاهدین هم این موضوع مطرح می‌شود. چون در آن موقع در داخل وطن نبودم نمیتوانم قضاوت کنم. هموطن گرامی، دیوید پخموال تشکر از ابراز نظر منصفانه و محققانه شما. شما کاملا درست میگین. از این موارد متاسفانه در جوامع جنگ زده و مخصوصا جامعه ما و شما افغانستان سوء استفاده زیاد شده. من از این که نمیتونم مستندات خود با نام و نشان و نام قریه و انسانایی که مورد تجاوز قرار گرفته بود از شما عذر میخوایم. این یک پردهداری انسانی است. حتی در جوامع غربی هم هنوز کاملا رو نشده، یعنی کاملا عریان و برهنه نشده، چرا که شرم جزء فطرت بشر است. اما در مورد تجاوز ناموسی که خلقی‌ها و پرچمیان نموده، ما یک قضیه را همین لحظه از کتاب جنرال قادر یادم آمد که میگه در روز 8 ثور یکی از سربازای خلقی سر یک کارمند که از خاندان بود، یعنی از خاندان محمدزایی، تجاوز کرده بود. ما او را دستگیر کردم، میخواستم محاکمه صحرایی بکنم. حفیظ الله امین واسطه کرد یک مشاور روسی را و او نماند که ما می کار جلوش بگیرم، به می دلیل ادامه کرد. تجاوزات ناموسی، قتل‌های بسیار زیاد و دستجمعی در رادیو کتاب ما زیاد ثبت کردیم از زندانیا و اینا. شما اگر خواستین
میتونین اونجا برین قصه های زندان پل چرخی را ببینین. و در موارد دیگه هم سلطان علی کشتمن، جنرال عظیمی و همچنان در کتاب محمود قاریوف که کتاب محمود قاریوف هم در رادیو کتاب خوانده شده، شما میتونین بشنوین. و همچنان از متروخین کتاب است که باز در رادیو کتاب خوانده شده، تجاوزات ناموسی فرعون را شما میتونین بشنوین. امیدوارم دمی حد قانع شده باشه. من به هیچ وجه طبیعت از را ندارم که شایعه پراگنی بکنم، چون میفهمم که بخشی از خرابی وطن ما به دلایل امی دروغ‌ها و شایعه ها است. تکراراً از این سوال خوب و محققانه شما سپاسگزاری میکنم. همچنان یکی از دوستا به نام مولانا سید حسیب الله حبیبی نظر داده. ایشان گفته بله بزرگوار شما درست میفرمایید، اما مشکل ملت افغانستان این است که هرگز تاریخ را نگاه نمی کنن، ناخوانده دکتر و سیاستمدار میشوند. باید مطالعه تاریخ افغانستان را همه ملت افغانستان انجام دهد. ضرب المثل قدیم از استاد بزرگ دارم، میگه بنویس تا شوی خوشنویس. بسیار تشکر مولانا صاحب. ما تلاش ما همی است که مردم تاریخ اگه فرصت خواندن نداره گوش کنن لااقل. و همچنان تشکر میکنیم از ولی زمان که از ما تشکر کرده و اظهار نظر کرده. امی اظهار نظرات شما باعث دلگرمی ما میشه و ما میتونیم کارهای خود با اشتیاق بیشتر پیش ببریم. استاد بزرگوار معذرت که وقت شما را گرفتم. آل مایک در خدمت شماست. رسیده بودین در ای که حفیظ الله امین بسیار ترکی را بالا میبرد تا خودش به قدرت برسه. مایک در خدمت شماست. بله، اینطور است که حال ما به یک مرحله رسیدیم که حوادث بسیار به سرعت پیش می آیند و از او خاطر است ما به یک کرونولوژی رقم ضرورت داریم که می حوادث ببینیم که چطور آمد و به طور بالاخره منجر به لشکرکشی اردوی سرخ به افغانستان شد. ما پیشتر در گفتار قبلی خود به اینجا رسیدیم که بین حفیظ الله امین و ترکی اختلاف نظر عمیق‌تر شد. ترکی به تاریخ 11 سپتامبر سال 1979 از کنفرانس کشورهای غیر مسلح که در هاوانا پایتخت کوبا دایر شده بود به مسکو رسید و در مسکو اونجا یک ملاقات صورت گرفت بین برژنف، گرومیکو و کاسیین به یک طرف و مقابلشان تنها ترکی شیشته بود، در حالی که هم وزیر خارجه افغانستان دکتر شاولی و هم دیگه وزرا بودند، اما اونا را کسی در این مجلس راه نداده بود. در همین مجلس است که برژنف به ترکی میگه که حفیظ الله امین بسیار بیباک شده و از گروه از چی برآمده، به اصطلاح از کنترل خارج شده. باید است که یک راهی پیدا شود که او از صحنه بیرون شود تا افغانستان از وجودش و از کارهای بسیار خطرناکی که میکنه در امان باشه. فقط برای برژنف برای ترکی گوشزد میکنه که دیگر حضور حفیظ الله امین در رأس دولت یا در قدرت کلان در دولت غیر قابل قبول است و باید از ترکی وقتی که به کابل برمیگرده راهی را در پیش بگیره که دست حفیظ الله امین از این قدرتش کوتاه بسازه. گرچه که هیچ کسی دیگه از این خبر نمیشه، اما نمی امیده شده تانست سید داود طلون چطور از این موضوع با خبر شد که فوراً از اونجا برای حفیظ الله امین خبر داد و برش هشدار داد که به زودی یک اقدامات علیش صورت میگیره. به هر صورت این همین شروع ماجرا بود. بعد از حفیظ الله امین به تاریخ گفتم 11 سپتامبر به کابل میرسه. وقتی که به کابل میرسه در میدان هوایی حفیظ الله امین که میبینه تکان میخوره، چرا او فکر میکرد که حفیظ الله امین شاید حبس شده باشه یا کشته شده باشه، یک چیزی شده باشه. اما وقتی که میبینه که حفیظ الله امین برای پذیراییش آمده یک کمی پریشان میشه، اما برای خود چیزی نمیاره، از اونجا به ارگ میره. به روز 12 و 13 سپتامبر حفیظ الله امین بسیار به مرخطایی و در این زمان با یک نوع استراد با یک تعداد از
کسان خود و طرفدارای خود مشوره میکنه که چی باید بکنند و در این زمان بوزانوف وکیل اتحاد شوروی میاد پیش ترکی و برش میگه که حال وقت از این رسه که یک دفعه حفیظ الامین بخوایی و از او صحبت بکنی و او رو وادار به این بسازی که از حرکات خود دست بکشن. به این منظور است که ترکی به حفیظ الامین خبر میده که بیا با هم ملاقات کنیم و در بعض مسائلی که توی تفاهمات پیدا شده اون از راه برداریم. حفیظ الامین درک میکنه که در پشت این مسئله یک موضوع دیگه خواهد بود و این از بین خواهد بود، اما با هم همین جرأت میکنه و به حفیظ الامین به ترکی میگه که من میایم و همونطور است که به روز 14 سپتامبر حفیظ الامین به ترکی خبر میده که من امروز به ملاقات میام و داخل ارگ میشه. وقتی که به داخل ارگ میشه از موتور پایین میشه و به طرف دروازه میره که از بالا داخل میشه. از زینه بالا اینجا گاردهای ترکی ایستاد هستن، اونا خیر میکنن و حفیظ الامین به یک صورت بسیار سرسام آور خود از اونجا بیرون میکشه و میرسانه با موتور خود و ارگ ترک میکنه، در حالی که غیری که از طرف بادیگاردهای از او بر ارگ صورت میگیره که داوود تلون و یک نفر دیگه که یک نام خوب داشت باز جلال آباد به نامش کردن، اون 2 نفر کشته میشن و حفیظ الامین میره و دلکشا یا به دفتر خود که جای بود اونجا میشیدن. دیگه با ترکی برش تلفون میکنه با آنها و دیگه میبینه او رفت برش تلفون میکنه که این سوی تفاهم بود، گاردا غلطی کردن، هیچ موضوعی نیست، بهتر است که بیایی که با هم صحبت کنیم. و حفیظ الامین برش میگه من همه مطلب فهمیدم، انتظار بکش. به این ترتیب حتی بوزانوف کوشش میکنه که حفیظ الامین قناعت بده که بیای برای مذاکره، اما حفیظ الامین میفهمه که توته است، همینجا میمانه. به روز 16 سپتامبر و 2 روز بعد از حمله ارگ حفیظ الامین قدرت قبضه میکنه، ترکی را در حقیقت از قدرت بیرون میکنه، او را حبس میکنه در قصر گلخانه یا در یک جای او را حبس میکنه و خودش قدرت میگیره و به حیث رئیس شورای انقلابی و رئیس جمهور کابینه خود را میسازه و قدرت به این ترتیب به دست میاره. این چند روز دوام میکنه، اما چند روز بعد یک خبر بسیار کوتاهی که در جمله اخبار میایه گفته میشه که نور محمد ترکی سابق رئیس شورای انقلابی نظر به مریضی که آید حالش که دیده بود داری عجب رو لبیک گفت. دیگه هیچ تفصیلی نیست، نه انا الیه راجعون گفته میشه، هیچ چیزی گفته نمیشه، فقط اینمی خبر نقش میشه و حفیظ الامین به قدرت میرسه. اینی یک داستان کرونولوژیک مختصر این واقعات بین 11 تا به 16 دسامبر است که در ارگ و در کابل رخ دادند و به این ترتیب انتقال قدرت از حفیظ الامین از ترکی به حفیظ الامین صورت گرفت. حفیظ ترکی را چند روز بعد باز اونجا میبرن در جایی که بندیست، در اونجا این را نگاه میکنند و فرمان صادر میشه که باید از بین برده شود و این به 3 نفر از افسران اردو به نامهای اقبال، روزی و حدود فرمان داده میشه که ترکی را باید از بکشن و اینا میرن به جان ترکی و او را میگیرن و به بسترش میخوابانن و خفه میکنن، با یک بالشت متکار به روش میمانن و او را در خط عذابکش میکنن و به این ترتیب باز میبرند و قول آبشکان به اونجا دفن میکنن و چند بعد باز حتی قبری از او را مردم باز میکنن و آتش میزنن، حریق میکنن. به این ترتیب داستان حفیظ الامین و ترکی به پایان میرسه و حفیظ الامین شروع میکنه و رهبری 100 روزه خود. بله استاد، اگر اجازه باشه نام شهر تلون شهر میمونه. بله. اما نکته دیگه ای که شما اشاره کردین، امو لحظات که اختلافات شدید میشه مریضی ترکی را اعلان میکنه که مریض است، باز خودش شورای انقلابی میشه و بعد فوت شه. بسیار خوب صاحب، به این ترتیب بسیار مختصر و مفید شما
ما را به حکومت چند صد یکصد و چند روزه حفیظ الله امین رساندین سر. بله. مهربانی. ترکی وقت قدرت میگیره 3 شعار عمده را بیان میکنه. یعنی به عباره دیگه میگه که حکومت خود را، قدرت خود را در تحت 3 شعار، بسیار شعارهای خوب، من آغاز میکنم. عبارت باشه از قانونیت، عدالت و مسئولیت. این به مردم افغانستان اعلان میکنه. میگه دوره گذشته، یعنی به دوره ترکی، بسیار ظلم بود، استبداد بود، کشتار بود، بندیگری بود، مردم را بردن بود و به سرنوشتشان معلوم نمیشد. حالا وقتی ما به قدرت آمدیم و تحت شعارهای قانونیت، عدالت و مسئولیت این مسائل تغییر میکنه و ما به طرف عدالت و مسئولیت میریم. و در این زمان یک لیست 12,000 نفر کسانی را که غایب شدند، کشته شدند، از بین رفتن دمی چند ماه تا گرفتن قدرت توسط خودش، او را نشر میکنه و در دیوارهای وزارت داخله نصب میکنه و نشان میده که باید همه اشخاص ترکی کشته بود و من فعلا این لستا را اعلان میکنم و قاتل اصلی هم ترکی بوده که انجام داده، در حالی که در واقعیت خودش قاتل اصلی بود و با ترکی یک جای این کار را انجام دادن. اما حالا یک فرصت به برش میسر شده که تمام این جنایات و گردن ترکی پرته، در حالی که در این جنایات همونطور گفتم هر دویشان دخیل بودن. بعد از او حفیظ الله امین کوشش میکنه که اگر بتانه یک تغییر در سیاستش به یک چیز عجیب دیگه رخ میده. او عبارت از اصرار بسیار شدید روزمریش به ایست که با دولت پاکستان به مذاکره بشینه و اینجا دولت حکومت پاکستان خبر میده که شما هر چی زودتر نماینده خود برای ما بفرستید و ما با شما راجع به اوضاع افغانستان و اوضاع منطقه صحبت کنیم و هدفش است که اگر بتونه پاکستان قناعت بده که مجاهدینی که در اونجا هستن اونا را از خاک خود بیرون کنه یا مانع فعالیتایشان شود. و به این ترتیب یکی از مشاورین ارشد حکومت پاکستان به نام آقا شاهی که معاون وزارت خارجه بود و یک دیپلمات بسیار مشهورشان بود، او مد نظر گرفته میشه که به کابل فرستاده شود. اما این پیش از اینکه به کابل بیاید و مذاکره کنه، واقعیات دیگه به کابل رخ میده که با آمدن از او به تعویق میفته و بالاخره او اصلا به کابل آمده نمیتونه. به این ترتیب این حالت همینطور دوام میکنه. حفیظ الله امین روز به روز اوضاعش خرابتر میشه و روز به روز در قدرت این قدرت منحمک میشه که واقعیت ها پیشش گم میشه تا ای که به جایی میرسه که حادثه میشه که شوروی تصمیم میگیره که باید از حالی که قضاهای آیتور شد و ترکی از بین رفت، چون به ترکی بسیار عقیده داشتن، حالا باید از خود ما دست اندر کار شویم و حفیظ الله امین با دستگاهش از بین ببریم. و در این وقت ابر کارمل هم آمده به مسکو است و با روسا صحبت کرده و اونا را قناعت داده که اگر حفیظ الله امین از صحنه بره، من میتونم که بیایم به افغانستان و اوضاع را آرام بسازم و پس اعتماد عامه را به رژیم خود جلب کنیم. و روسا هم این قبول میکند، اما بگن انتظار بکشه. و این نزدیکای ماه دسامبر همی سال میشه و آهسته آهسته قدرت صد یا زمامداری 100 روزه حفیظ الله امین به اتمام میرسه و در بین تاریخ 24 25 26 و 27 دسامبر سال 1979 دفعتا در فضای کابل کاروانهای تیارای سفید رنگ به پرواز میآیند، اینا میآیند راسن به میدان هوایی کابل پایین میشن. و چون من در زمان پلچرخی بودم، همین تیارایی که می آمدن ارتفاع بسیار کم میکردن و همه از اینا به ارتفاع کم از سر محبس پلچرخی تیر می شدن و ما می دیدیم که زیر بالایشان همین علامت سی پی میشد. این علامت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بود و ما میفهمیدیم که تیارایی که اینجا میآید یا چی میکنن که میآید و یا کاروان به کاروان پشت به پشت 4 روز مسلسل
فضای کابل پر از همین صدای همین تیارها بود و این تیارها با صورت منظم در میدان هوایی کابل قائم می شدن. حدسیات زده می شد و کلگی منتظر بودند که واقعات در پیشروی است که حتما رخ میدهد. در یکی از این شبها و هیچ یادم نمیره، در زندان پلچرخی بودم، 1 شب بود. یکی از اندیشه پردازان حزب دموکراتیک خلق به نام دکتر حیدر مسعود هم در اتاق ما بندی بود، مربوط حزب پرچم بود. او قدم میزد در اتاق و صدای تیارات میشنیدیم. من رفتم پیشش، گفتم که من از شما سوال میکنم که این تیارا میان چی میکنن؟ چرا که زیاد میان؟ مقصد چیست؟ آیا اسلحه میارن؟ عسکر میارن؟ چی گپ است؟ حادثه‌ای در پیشروی است. او طرف مسائل کرد، چیزی نگفت. مرا بسیار احترام میگد، باید است حق بگویم. طرف مسائل کرد و گفت که انتظار بکشید ببینیم که چی میشه. از این گپش من فهمیدم که خبر داره اما نمیخواد بگوید. در صورت در شب 27 دسامبر بالاخره عملات شروع شد و این تیارها کلش قوای شوروی به افغانستان آوردن و در این شب تحت فرمانده جنرال پاپوتین، یک جنرال روسی بود، عملیات طوفان 333 آغاز شد. مختص تاجبیک حفیظ الله امین در این روز یک تعداد از اعضای کابینه و اعضای حزب خود دعوت کرده بود، اما اینا را خواستن و اینا در اونجا در وقت غذا میخوردن، در سوپی که برشان یا شوربایی که برشان داده میشد خوردن، به استثنای پنشیری سوپ نخورد. دیگرها کل مسموم شدن و بعد از او حمله صورت گرفت و در تصادماتی که شد حفیظ الله امین کشته شد، تعداد اعضای فامیلش و تعداد مردم دیگر کشته شدن و رژیم حفیظ الله امین سقوط کرد. و در این شب از رادیو تاشکند صدای ببر کارمل بلند شد که به مردم افغانستان اطلاع داد که رژیم صفا حفیظ الله امین سقوط کرد و این فرد بسیار ظالم و آدمکش کشته شد و افغانستان نجات پیدا کرد و حال مرحله نوین انقلاب کبیر ثور در افغانستان آزاد میشه آمده و ما او را در عمل پیاده میکنیم. به این ترتیب بود که قدرت و ببر کارمل در اثر حمله نظامی شوروی به افغانستان انتقال کرد و دوره زمامداری ببر کارمل در افغانستان و پرچمی ها آغاز شد. اینه باز انشاءالله در بخش دیگه که صحبت میکنیم از اینجا شروع میکنیم و میبینیم که ایچی نوع یک رژیم بود که به افغانستان توسط روس‌ها نشانده شد. بسیار خوب استاد گرامی، فقط یکی در مورد آمدن ببرک کارمل اختلاف نظر است. من جمله قادر میگه که ببرک کارمل از بلغاریا کاجبی به زور بردن و مجبورش کردن که بر افغانستان. به خاطرات قادری آمده اگر حافظه ما درست یاری کنم. در این مورد شما چی نظر دارین؟ و سوال دومی که درخواستی میگه در زمان حفیظ الله امین و ترکی 18 بار از روسا درخواست شده بود، از شوروی سابق درخواست شده بود که مداخله نظامی بکنه. نظر شما در این دو مورد چی هست؟ این که بعضی ها ادعا میکنن که ببر کارمل از راگ و به مسکو آورده شد تا روسا رو به افغانستان روان کنند. من در این باره معلومات سخن ندارم، اما با جایی که از بعضی کسا شنیدیم فکر میگن که در وقتی که حفیظ ترکی به مسکو آمد از هاوانا، در اونجا امی ببر کارمل در مسکو قبلا آمده بود امرای روسا ملاقات کرده بود، اما با ترکی روبرو نشد، بلکه گفت که بر اونا قناعت داد که اگر حفیظ الله امین از بین بره من نه تنها پس اوضاع را بهتر می سازم، بلکه ترکی و یک تعدادی از خلقیان که حفیظ الله امین از بین برده بود و از بین نبرده بود، یعنی اونا را پس صحنه بیرون کرده بود، اونا را پس به قدرت میارم. اما ترکی کشته شده بود، اما یک تعدادی از این خلقیان بندی شده بودن توسط امین که در
طرفدارای ترکی که در زندان پلچرخی بودن. اینطوری گپ است. دیگه ای که میگن که او در پراگ بود و توسط روسا به زور به مسکو آورده شد، این من معلومات زیاد ندارم. و درخواست مکرر حفیظالله امین و ترکی حفیظالله امین و ترکی چندین بار از روسا تقاضا کردند که اگر میشه کمک بکنن، کمک نظامی بکنن بر اساس اون قراردادی که یا توافقنامه‌ای که در دسامبر 1978 در مسکو بین طرفین امضا شده بود. پنجمی از او بود که نشان میده که همکاری های نظامی هم بین طرفین صورت میگیره. اون موافقتنامه‌ای که ابلاغیه‌ای که در او صادر شد و تمسک به می ابلاغیه ترکی و حفیظالله امین چندین بار از شوروی تقاضا کردن که افغانستان عسکر روان کنه و اونا که گفتن که بسیار یک حادثه کلان میشه و این بسیار یک عکس العمل کلان در بین المللی میشه. اونا گفتن فرق نمیکنه شما عسکرایتان رو با لباس عسکری افغانا روان کنید. و آخرین مصاحبه از اینا یا مکالمه بین حفیظالله امین و ببرک و ترکی از کابل و برژنف و کاسیگین و گرومیکو از مسکو صورت گرفت. در اونجا بالکل تمام معنا اینا اصرار میکنن و نشر شده و موجود هم است. در این فیسبوک هم پیدا میشه، در یوتیوب پیدا میشه و مردم میتونن بخوانند. از روسا تقاضا میکردن که به افغانستان لشکرکشی بود. بسیار تشکر استاد گرامی. خیلی برنامه را ختم کنیم به خیرای قسمت. بله دیگه فکر میکنم که باز دفعه دیگه باز شروع میکنیم به حوادث دوره ببرک کارمل. بله بیننده های گرامی، قصه ها و حکایات پر از تجربه و دانش دکتر صاحب شیرین است، دل آدم نمیاد که ختم کنه، اما میترسیم که حوصله بیننده ها سر بره. تاریخ شفاهی افغانستان برنامه است روشنگر غیر سیاسی برای اینکه با تجربه از گذشته راه آینده ما روشن شود. خداوند همه دانشمندان پرکار و زحمتکش ما را که حاصل کارشان وجود افغانستان فعلی است زنده و با عزت نگه داره و من جمله دکتر صاحب میر محمد امین فرهنگ و روح تمام کسایی که برای آزادی افغانستان شهید شده جانای عزیز خود از دست داده شاد باشه. تجارب گذشته چراغ راه آینده ما باشه. از بیننده های گرامی تقاضا داریم این برنامه ها را به اشتراک بگذارین، برای دوستان خود معرفی کنین، خودتان نقد کنین، نظر بتین، مثل همین دوستایی که امروز نظراتشون خواندم. من کسایی که در واتساپ برای من منویسین من معذرت میخوایم نمیتونم جواب شما را بتم، به خاطر از اینکه من واقعا نمیرسم، کار زیاد دارم که تک تک واتساپ بخونم. اگر در کانال یوتیوب کامنتی یا چیزی درد شود نظری، من موظف هستم اون را بخونم و کسایی که در واتساپ نظر میته از اونا عذر میخوایم. با سابسکرایب، انتقاد و پیشنهاد میتونین برنامه های رادیو کتاب پربارتر نمایین. ادبستان، یادآور آداب گفتار و نوشتار درست. درس‌های مختصری از دریای بیکران ادب فارسی. و زودی از رادیو کتاب. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.